آقا چی کار داریم؟ جلو نیا، میخوام خودمو پرت کنم تو دریاچه. شنا بلدی؟ بیفتی غرق میشی یا؟ سعی نکن جلومو بگیری که واسه خیلی بد میشه. یه نگاه من بنداز، از این بدتر هم میشه. از سر و وضعت معلومه که آدم حسابی هستی. بودم ولی ورشکسته شدم. الان یه آدمی هم که همه چیزشو از دست داده. ورشکسته یعنی یه چیزایی داشتی از دست دادی. من چی بگم که از همون اولی هیچ چی نداشتم. خانواده‌مون سرشکسته کردم، بدبختشون کردم. تو باز یه زن و بچه داری، من که یاد خواست دارم میشه. اونم رفت، زندگیم رفت، کتاب فروشیم رفت. داداش اینا رو هم داشتی؟ من که اصلا اون نفر فقط همین گونی رو داشتم. امروز دیگه نامه نوشتم، اومدم کارو یه سره کنم. بابا دمت کرد، سوادم داری؟ آقا میخوای شما بیای بپری من گونیتو نگه دارم؟ بازم خوبه قبول داری که یکی خودت داغون تره.